дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ساکن شهر پنجکند دستپروری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 34 نامزد به استاد ورزش بختیار خالقов در دور جمهوری مسابقه شاهمرد برای صاحب شدن به جام پیشوای ملت غالب آمده صاحب این مکافات عالی گردید. تا این مدت بختیار در سه دور این مسابقه با نفوذ غالب آمده به دور جمهوری راه خط گرفت. در دور نهایی مسابقه که در پایتخت مملکت شهر دوشنبه برگزار گردید در بین 23 نفر داوطلبان بختیار خالقов با گرفتن 6 از 10 پنجخال از 8 خال امکان پذیر عنوان قهرمانی مسابقه را در بین ورزشکاران کسبی صاحب شده با جام پیشوای ملت سرفراز گردانیده شد. در موج برنامه اطلاعاتی خبر.